از سوی یک مدرسه دینی نتایج مسابقات مطالعه اعلام گردید و برنده مقام اول این مسابقات هزینه ادای حج و عمره پرداخته شد و به 10 تن دیگر از شاگردانی که در این رقابت‌ها مراتب بلند به دست آورده بودند جوایز مادی و معنوی گوناگون اهدا گردید. این مسابقات در مدرسه دینی امام ابو یوسف مربوط منطقه قلعه احمدخان ولسوالی بگرامی ولایت کابل تحت عنوان ستاره ادب و اخلاق میان شماری زیادی از جوانان و دختران شهر کابل برگزار شده بود که اشتراک کنندگان از بخش‌های مختلف شهر در آن حضور داشتند. مسئولان این مدرسه دینی گفتند هدف از برگزاری این مسابقات تقویت فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در جامعه و تربیت جوانان در روحیه اسلامی بوده است. هدف اساسی ما ترویج فرهنگ کتابخوانی و همچنان آشنایی بیشتر مردم به اصول و آداب اخلاق. اساس زندگی به مطالعه است و انسان وقتی مطالعه میکنن به نکات جدید آشنا میشه و به فرهنگ متاسفانه که در افغانستان در این زمانه بسیار ضعیف است. به خاطر ما خواستیم که مطالعه را بیشتر ترویج بدیم بین نسل جوان به برنامه بسیار مفید است. مسابقه کتابخوانی ستاره اخلاق و ادب که عنوان کتاب آداب جوانمردی بود، این برای انداخته شد حدوداً 1 ماه قبل که حدوداً 4 روز قبل امتحان شخص شد و الحمدلله امروز شاهد اعلان نتایج از او هستیم. از اینکه همگی ما الحمدلله مسلمان هستیم و نباید که همین دینداری خود هم تقلیدی باید بکنیم، همه چیز باید بفهمیم. به خصوص مادران و طبقه ناس ما، چرا اگر یک مادر یاد بگیره و بفهمه تنها یک نفر نمیفهمه، او میتونه یک اولاد بسیار سالم چه طبقه ذکر ناس بوده باشه به جامعه خود تقدیم بکنه. و اگر خدا نخواسته مادر نافهم ماند، طبعا یک جامعه و یک نسل اونا نافهم و بی‌سواد میمانند. در این مراسم سخنگوی وزارت امور داخله مفتی عبدالمتین قانع و شماری از کادرهای علمی دیگر نیز حضور داشتند. سخنرانان بیان کردند که یگانه راه پیشرفت جامعه علم و دانش است. بنابراین جوانان باید آموزش‌های دینی و عصری را فرا گرفته مطالعه نمایند و برای پیشرفت کشور تلاش کنند. جوانای ما شما در همه عرصه ها الحمدلله مطرح شده هستند. استعدادها شگوفا میشن، یعنی خود را ثابت کردن. چی در عرصه قرائت باشه ما میبینیم، در عرصه علمی عصری باشه ما دیدیم، در عرصه علوم دینی باشه دیدیم. انجینرهای عزیز ما شما الحمدلله سری بخشای کار داره که ما مکنون مشاهده میکنیم، روحیه میگیریم از او. کتاب آداب جوانمردی در حقیقت به یک قسمت انگشت گذاشته که جامعه ما سخت به اون نیازمنده. همانطور که پیشتر جناب استاد عزیز فرمودن، چه در خانه، چه در مسجد، چه در بازار، در همه حوزه های زندگی ما نیاز داریم که حسن رفتار و حسن اخلاق و حسن برخورد با هم نوعان خود در زندگی خود پیاده بکنیم. هدف خواندن این کتاب تنها منحصر به مسابقه نباید بوده باشه، بلکه هر جمله از این کتاب گوهر نایابی هست که جامعه ما به او احتیاج داره و محتاج هست. شاید جمله‌ای که کلمه مبارکی که از این کتاب برداشت کردی او را به زبان زیبای درید بیان میکنی، به زبان زیبای پشتوت بیان میکنی، شاید مسیر زندگی یک انسانی را تغییر بده. شاگردان این مدرسه دینی نیز گفتند که برای آنان زمینه مناسب آموزش علوم دینی و مضامین عصری با امکانات خوب فراهم است. آنان از خانواده‌ها خواستند تا برای فرزندانشان زمینه آموزش‌های دینی را مهیا سازند. در کل مدرسه امام ابو یوسف قسمی که شما مشاهده میکنین دارای محیط سرسبز می باشه و تمام وسایل نوین را به خاطر یادگیری مثل بودن LCD، کامپیوتر لب، لابراتوار و غیره که موجود می باشه در مدرسه امام ابو یوسف و به طور نوین با داشتن وسایل نوین شاگردان مصروف آموختن علم هستند. نتایج زحمات خود دیدیم که شبها بیخوابی کردیم و درس خواندیم، بالاخره نتیجه دیدیم. بسیار چیزا رو ما نمیتونیم از زندگی کردن یاد بگیریم، میتونیم از مطالعه رو یاد بگیریم و به زندگی ما بسیار تاثیر مفید داره. مطالعه مفید بود، یقینا که همه ما به رقم کتابخوانی ضرورت داریم و امید که همه اشتراک کننده امرای علم عمل هم حاصل کند امرای این کتاب. قابل یادآوری است که در سالهای اخیر
اینترنت و برخی شبکه‌های اجتماعی توجه بسیاری از جوانان را به خود جلب کرده که این موضوع سبب کاهش میزان مطالعه نیز گردیده است. سخنرانان این مراسم از جوانان خواستند تا از شبکه‌های اجتماعی استفاده سالم نمایند، مطالب علمی و مفید را مطالعه کنند و به کتابخوانی روی آورند.